سلام عزیزانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ماهانم و امروز میخوام طلا رو چه داخلی چه خارجی تحلیلش بکنم. قبلش باز هم تسلیت میگم، 40مین روز درگذشت هم میهنانمون، عزیزانمون، پاره های تن ایرانمون و به واقع من شرمسارم از زندگانیم در این روزها. همین حسی که این روزها تجربهش میکنیم، شرمساری از زنده بودنمون، و من این حس رو به شدت دارم توی خودم، دور و بریای خودم، همکارای خودم حس میکنم و صرفا داریم ادامه میدیم به خاطر تعهداتمون، به خاطر شما و کسایی که این روزها نیاز به کمک دارن. من میخوام برم سراغ بازار طلا. 8 روز پیش بود که توی کانال تلگرام خودم تحلیلش کردم، با این نمودار تحلیلش کردم بچه‌ها. و توی این نمودار با توجه به این بالا پایین شدن ها، من یه چیزی رو گفتم که نگاه کنید نمودار رو. من توی این نمودار یک محدوده ای از نقطه ورود دارم که کشیدم براتون و نوشتم روی نمودار 19 میلیون تومن تا 19 میلیون و 500 هزار تومن. یک تارگتی رو دارم، این محدوده ورود، یه تارگتی رو دارم هولوش 24 میلیون و 400 هزار تومنه که اگر از محدوده ورودمون رشد بکنه 25% رشد کرده. اینجا میتونید ببینید، اینجا نوشته. و یک حد ضرری رو دارم که زیر 17 میلیون تومان. دقت بکنید اینجا بازار معاملاتی لحظه‌ای و بروز و تیزی نیست، گرم طلای داخلی و طلای فیزیکی، که این روزها من هم ترجیح هم شده که اگر خواستم خرید بکنم، معامله بکنم، رو بیارم به بازارهای جهانی، بروکرها یا صرافی ها، اکسچنج هایی که اونس جهانی طلا رو میشه توشون خرید کرد و فروخت. و به شما هم یاد دادم این کار رو بکنید توی کانال تلگرام ماها مازندرانی. اما این حد ضرر 17 میلیون زیرشه، یعنی زیر این 17 میلیون ببنده من حد ضررم فعال شده و میخواستم بیشتر یک دیدی به شما بدم که اگر شما 19 میلیون تا 19 میلیون و 500 هزار تومان خرید میکنید، یک ریسک و یک ضرر احتمالی 12% دارید. همونطور که ببینید 12%، 12.6% و یک سود 25% دارید. یعنی ریواردتون، ریسک به ریواردتون 2 هست. حالا تو این شرایط خودتون ترجیح میدید که خرید بکنید یا نه؟ این سوالا باید از خودتون بپرسید با توجه به سرمایه که دارید و فلان. این تحلیل بود که دفعه پیش براتون کردم، گفتم محدود 19 میلیون تومان که بهشم رسید و الان بالای اونه، 19,200 هر گرم 276 هزار تومان بالاتره الان. و این یعنی که شما هر چقدر سرمایه‌تونی که میخواید درگیرش بکنید، با یه نسبت 2:1 احتمالا سود میکنید یا ضرر میدید. خب حالا الان چه کنیم تو این شرایط؟ دوستانی که جدیداً به اون اضافه شدن، دوستانی که خرید نکردن و آخر هفته پرتنشی رو داریم احتمالاً. امروز چهارشنبه انتشار صورت جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا رو داریم. من ترجمه بکنم که چی گفتم. فدرال رزرو بانک مرکزی امریکاست، به صورت مستقیم رو اونس جهانی طلا رفتارش و اعمال نظرهاش و سیاستهاش اثر گذاره. و این کمیته که اصطلاحاً بهش میگن FOMC، اثرگذارترین افراد این بانک مرکزی ایالات متحده در اقتصاد خود امریکا و در نهایت اقتصاد جهانی هستند. بنابراین تاثیرگذاری رو اونس جهانی طلا، نوسان اونس جهانی طلا آخر هفته خیلی زیاده. چرا میگم آخر هفته؟ چون چهارشنبه یعنی امروز این اتفاق داریم، پنجشنبه آمار مدعیان اولیه بیکاری امریکا رو داریم و جمعه شاخص تورم کورپسیو داریم، تولید ناخالص داخلی GDP سه ماهه چهارم رو داریم و شاخص مدیران خرید بخش تولید رو داریم، PMI، و رأی
دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه های ترامپ رو داریم که اینا همشون اثرگذاره. یعنی طرفه برداره، رأی نده، تعرفه ها رو قبول بکنن، تایید بکنن، نشون میده که ما روی اونس جهانی طلا که مستقیما تاثیرش رو روی طلای جهانی میذاره، یعنی طلای جهانی اثرگذاره، و روی طلای داخلی هم مستقیما تاثیرش رو میذاره. 3 روزه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه عجیب غریبی داریم میفته روی اونس جهانی طلا، و در کنارش ما آخر هفته هامون رو تنش های زیادی داریم. حداقل اگر به صورت عملی هم نباشه، میبینید دیگه به صورت خبری خیلی زیاده. آخر هفته های پرتنشی رو ما به صورت خبری داریم. پس ما باید کنار طلای جهانی، طلای داخلی رو با در نظر گرفتن تتر و دلار و نوسانشون تحلیل بکنیم. من هنوز برای کسایی که امروز نمیدانن چه کنند این پیشنهاد رو دارم. همین چیزی که رو نمودار میبینید، محدود ورود 19 میلیون تا 19 میلیون 500 هزار تومنه. اگر میتونن بالای 3 ماه نگهداری بکنن، بعد از عید یعنی تا خرداد نگهداری بکنن برای تارگت 24 میلیون تومانی. در غیر این صورت خرید نکنید، اصلاحاتش رو خریدار باشید و بهترین روش همیشه اینه که پلکانی خرید بکنید. یعنی چی؟ یعنی که امروز اون باجتی که میخواید شما وارد بازار طلا بکنید و ماکسیموم تا 30% رو میتونید امروز وارد بکنید. میگم ماکسیموم به خاطر بودجه هر شخصی. کنار اینا بریم اونس جهانی طلا رو نگاهش بکنیم بچه‌ها، با توجه به اینکه ما امروز داریم به شدت اثرگذاری 2 تا رویداد رو بازارهای جهانی میبینیم، اونس جهانی طلا میبینیم. یکیش مذاکرات ایران و امریکاه که من به نظرم بیشتر دیگه روی طلای جهانی تاثیرگذار باشه، رو نفت اثرگذاره، رو انرژی، حوزه انرژی تاثیرگذاره. و در کنار این داریم مذاکرات بین روسیه و اوکراین با میانجیگری امریکا، با اون طرح ترامپ رو میبینیم که داشت همه چی خوب پیش میرفت تا زلنسکی برگشتش گفتش که چرا ترامپ از ما میخواد که همه امتیازها رو ما بدیم، که البته به نظر منم اینجوریه. بنابراین اونس جهانی طلا درگیر اتفاقات ژئوپلیتیک هم هستش. در کنار این فاکتورهای اقتصادی که گفتم چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه داریم که در کانال تلگرام با هم دیگه بررسیش می‌کنیم، این رویدادها رو داره. بچه‌ها ما اونس جهانی طلا رو پایین‌ترا خریدیم دیگه، و هی خریدیم و فروختیم تو روند خدا رو شکر تونستیم بکشیم بالا سرمایه‌مون رو تا حد زیادی، و ما این کار رو توی صرافی‌های خارجی کردیم. و من بهتون گفتم که من معاملات فیزیکیم رو متوقف میکنم و میرم تو صرافی‌های خارجی، چرا که اونجا دسترسی به دارایی الان برای من مهمه. اونجا من دسترسی به دارایی تو شرایط بحرانی بهتره. ما توی روندی که طلا تایم فریم روزانه داشت، بیاید با هم دیگه بررسیش بکنیم به لحاظ تکنیکالی. از این کف برام مهمه، مگنت رو روشن میکنم، میندازمش اینجا، کف 4273. چرا؟ به نظر من از اینجا یک روندی شروع کرده، چون که بازار اینجا تو این سقف شکسته شد، قیمت بهش پول بک زد و ادامه حرکت. حالا توی این روندی که این دوست عزیزمون طلای جهانی داره میره، تو این تارگت های گلدمن ساکس و مؤسسات مالی دیگه که دادن از $6000 تا $6600، خیلی های دیگه تا آخر سال میلادی 2026 دادن، کجای مسیره؟ ببین من باز هم میام از این فرمول استفاده میکنم. من تارگتی که دارم برای طلای جهانی، تارگتی که مؤسسات مالی دارم میدن، حداقلش $6000 دیگه، اون حد اکثر کاریش ندارم، حداقلش. این سقفی که اینجا انداختم قرمزش میکنم، و این این کفی که اینجا انداختم قرمزش میکنم. این سقفی هم که اینجا انداختم به عنوان تارگت طلای جهانی در نظر میگیرم، و میام از اینجا موج رو در نظر میگیرم که چه شده است. ببین
ما از اینجا کندرا داشتن میومدن بالا و سطوح مهمش رو به دست بیاریم. من تو کانال تلگرام یه دوره اسمارت مانی گذاشتم SMC، کاملا اینا رو توضیح دادم دیگه. من پولبک ساختاری ببینم، برگشت به این پولبک ساختاری برام مهمه. این کندل پولبک ساختاریه، اوردر بلاک عمل کرده، جلوترش قیمت بهش برگشته، درسته؟ دوباره این کندل پولبک ساختاری عمل کرده در روند، قیمت بهش برگشته، من اینا رو مشکی میکنم، قیمت بهش برگشته و تاییدش کرده. توی تایم فریم روزانه دیگر پولبک ساختاری ندارم. انگار بازار کف خودش رو اینجا به من نشون داده. برای چی کفش رو نشون داده؟ 4405 تا 4486، 4405 الی 4486 دلار. چرا این خودش به من نشون داده؟ منظورم چیه؟ یعنی میگه اگر من گاردم سعودیه تا 6000 دلار اونطور که بنیادین فاندامنتال و اقتصاد جهانی داره نشون میده، من برای رفتن به سمت سقف 6000 دلاریم باید 4405 دلار رو آقا حفظ کنم اگر این سطح رو از دست دادم بدون روند من برعکس شده و فاندامنتال و اقتصاد جهانی هم داره سیگنال خروج بهم میده. پس این کف ماست. خب حالا که کف رو پیدا کردیم، ما عموما تو روندها میایم میگیم نقطه ورود هر جا که باشد حد ضرر زیر کف آخر باشد، کلوزش اینجا برامون بازم اینجا شادو مهم نیستش، میایم نگاهش میکنیم میگیم تا آخر سال 2026 من همچین ستاپ معاملاتی دارم. خب یعنی اگر همین امروز ورود بکنم به بازار طلای جهانی، بعد طلای داخلی هم ازش تبعیت میکنه، میبینم که ریسک بریوارد من تقریبا 2.95، حد ضرر من 11% و تارگت سود من 21% دلاریه. دقت بکنید چه دلاریه، یعنی جدا از اون چیزی که تتر به تومن، دلار به تومن داره بهتون، حالا سود که نمیشه گفتش، داره با تورم پیش میره، داره با افزایش نقدینگی پیش میره، من اینجا 2 برابر اون چیزی که ریسک میکنم هم دارم ریوارد میگیرم، سود میگیرم. پس ما میبینیم که تو این قیمت ریسک بریوارد بچه هر چقدر که اون عدد ریسک بریوارده، هر چقدر که این عدد ریسک بریوارد بیشتر باشه، طبیعتا شما معامله بهتری رو دارید میکنید. بنابراین ما میایم اینو نگاه میکنیم میگیم الان بخریم خوبه، اما من دنبال یک معامله با ریسک بریوارد بالاترم، پس محدوده‌ای که باید دنبالش بگردم برای ورود به دست میاد. از این کف تا این سقفی که زده بد اصلاح شده رو باید مورد مطالعه قرار بدم. حالا اینجایی که میخوام بررسیش بکنم دیدم و نگاه کنید، از این نگاه کلنگر رسیدم به یک نگاه جزئی تر. میام اینجا میرم در تایم فریم 4 ساعته، میام اینجا رو بررسی میکنم. بچه ما تو تایم فریم 4 ساعته، من دوباره اینم که میدونم که اینجا ارزنده است خرید طلا، اما اگر پایین تر بیاد من نقطه ورودمو بگیرم از اینجا بکشمش پایین تر، ببینید میزان ریسک احتمالی من کمتر میشه. یعنی من اینجا احتمالاً 7% سرمایه رو ضرر بدم، ولی میزان سودم هم تا اون سقفی که مؤسسات مالی میدن بیشتر میشه. 26% شد، 24% بود شد 26%، و ریسک پریوارم رفت بالای 3 که ارزنده ترش میکنه این معامله و این پوزیشن رو. مثل هر نوع معامله واقعی تو دنیای ریل میمونه دیگه معامله گری هم. بنابراین من هدفم پیدا کردن نقطه ورود بهتری، با توجه به که از پس این سقف حداقل نتونست بر بیاد به ظاهر و افتاد تو یک روند نزولی. اگر تا پایان هفته من دیدم اینجا قیمت به سمت بالا شکسته شد، میخرم، وقت میشه ریسک ریواردم همین 2. اگر نه در این کف آخر
تو روند 4 ساعته اومدم بررسی کردم، برای همین میگم کف واقعا کف اصلی روزانمون این کف اینجا بود که با هم پیداش کردیم، حد ضرر روزانه رو گذاشتیم زیرش. اما اگر در انتهای هفته قیمت تا این محدود اومد، من 100% خریدارشم. اینجا دیگه بی برو برگرد چشم بسته میخرمش. اما خب سناریو شکست این خط روندم هستش که اون موقع تو همین قیمت تقریبا میشه خریداریش میکنیم تایم فریم 4 ساعته. بنابراین شما باید دست به ماشه و آماده باشید. از کانال تلگرام من اون آموزشی که گذاشتم راجع به صرافی خارجی و خریدن اونس جهانی طلا بدون واسطه رو نگاه بکنید و خریدتون رو انجام بدید. این بود توضیحات طلا. امیدوارم که پربرکت باشید. به زودی مجدد میبینمتون. سوالی داشتید در خدمتتونم.